با شنیدن این پرونده مغزتون منفجر میشه. این دختر مهدی یه دختر خوشحال که عاشق پیدا کردن دوست بود. یه روز خانواده مهدی تصمیم گرفتن به محله نقل مکان کنن و تو محله مهدی با یه دوستش آشنا میشه. این پسر جاشوا. واسه مهدی و جاشوا آشنا میشن، دوست میشن، رفیق میشن و یه روز که داشتن مهدی و جاشوا بازی میکردن، توپ جاشوا به چشم مهدی میخوره و چشم مهدی شروع میکنه به خونریزی. جاشوا یه پدر عصبانی بد اخلاق سگ داشت. جاشوا وقتی دید مهدی داره گریه میکنه و از چشم خیلی داره خون میاد، از ترس پدرش مهدیو بیهوش کرد با چوب بسکتبال و اونو کشون برد زیر تختش. به جز این جاشوا وقتی فهمید مهدی هنوز زنده است، اون از زیر تختش